خوشحالی تو کار خودته. خوشحال کردن خودت کار فقط خودت. هیچ کسی مسئولیت رو به عهده نداره. اگه به هر کسی مسئولیت رو بدی ناامیدت میکنه و ناامیدت میکنه، نه چون اون آدم بدیه، اون توانایی خوشحال کردن تو رو نداره، چون مسئولیتی که بهش دادی اصلا منصفانه نبود. مسئولیت آدما خوشحال کردن تو نیست، مسئولیت رابطه خوشحال کردن تو نیست، مسئولیت پارتنرت، دوست دخترت، دوست پسرت، همسرت، پدرت، مادرت، رئیست خوشحال کردن تو نیست. تو کار خودت رو باید انجام بدی. مسئولیت خدا خوشحال کردن تو نیست، اون کار خودت. و وقتی خوشحال زندگی کنی، دنیا خوشحالی رو رفلکت میکنه، دنیا خوشحالی بهت نشون میده. مولانا میگه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. تو خوشحال باش، تو شاد باش، تو آروم باش، تو با اطمینان زندگی کن. ببین من چی کار برات میکنم، ببین چه جوری به پات میریزم، همه یه چیزایی که در به در دنبالشون و میریزه و این قول تو خالی نیست.